این فقط یه اعترافه. برای قهرمان‌بازی نیست. اینو برای تطهیر خودم هم نمیگم. چیزی که هر شب قبل از خواب دوباره و دوباره توی سرم پخش میشه. اگه اینو میشنوی بدون من هیچ وقت قرار نبود راوی باشم. من فقط یکی از چرخدنده‌ها بودم. کوچیک، بی‌اسم، قابل جایگزین. همه چیز از دبی شروع شد. شهری که شب‌هاش بوی پول میده و روزهاش وانمود میکنه هیچ چیزی نشده. من اون موقع 34 سالم. ورشکسته، بدهکار، بی‌پشتوانه. یه دوست قدیمی زنگ زد و گفت یه کار ساده خبر داره. فقط هماهنگی، ترجمه، همراهی. گفت دبی امنه، قانونی، همه چی هم رضایتیه. همیشه همین جمله رو میگفته. همه چی با رضایت. وقتی اولین بار پام به اون برج رسید فهمیدم این جمله فقط برای آروم کردن خودمونه. یه برج 47 طبقه. ما فقط با طبقه 13 کار داشتیم. اسمشون رو عوض میکردن همیشه. دخترا. نه برای مخفی کاری. برای اینکه کم کم خودشون هم اسم واقعیشون رو یادشون بره. همه بالای 18 سال داشتن. این رو دقیق میگم چون بارها مدارکشون رو دیدم. اما سن فقط یه عدد بود. چیزی که توی نگاهشون دیده میشد خاموشی بود. بهشون گفته بودن مدلینگ، ایونت خصوصی، مهمونی سطح بالا. اما واقعیت خیلی ساده تر و خیلی تاریک تر بود. نقش من یه هماهنگ کننده بودم. نه تماس میگرفتم نه تصمیم میگرفتم. فقط مسیر رو نشون میدادم، زمان رو میگفتم، درها رو وا میکردم و مهمتر از همه سکوت میکردم. شبا وقتی آسانسور توی طبقه 13 میایستاد همیشه قبل از باز شدن در یه مکث عجیبی داشت. انگار خود ساختمونم نمیخواست در باز شه. اولین ترک توی وجدانم یه شب دختری به اسم لینا رو دیدم. دیر اومد. نه جیغ زد نه گریه کرد. فقط نشست روی صندلی کنار دیوار و گفت میدونی ترسناکترین چیز اینجا چیه؟ اینکه همه وانمود میکنن دارن کار میکنن. اون شب وقتی رفت من دیدم که کفشهاش رو جا گذاشته بود. برگشتم بهش بدمشون. گفتم دیگه بر نمیگرده. هیچکس توضیح نداد کجا رفت. اونجا یه اتاق بود بدون پنجره. آخر راهرو. اتاقی بود که هیچ وقت قفل نمیشد. نور، سرد، دیوارها عایق صدا. من هیچ وقت واردش نشدم اما صداها صدا از دیوار عبور میکردن. نه فریاد نه التماس. چیزی بدتر. سکوت‌های طولانی بعد از حرف‌های آروم. یه شب اشتباهی یه گوشه دیجیتال باز شد. اسما، عکس‌ها، وضعیت‌ها. کنار بعضی از اسما فقط یه کلمه بود. ترانسفرت. نه اخراج نه خروج نه پایان حرف. ترانسفر. اون شب خواب دیدم آسانسور گیر کرده طبقه 13. در باز نمیشه و من تنها صدایی که میشنوم نفس کشیدن خودمه. من فرار کردم. نه قهرمانانه نه با افشاگری. بی سر و صدا. شبانه. با بلیت یک طرفه. فکر میکردم تموم شده اما دبی آدم رو ول نمیکنه. 3 ماه بعد توی کشور خودم توی یه کافه نشسته بودم. گوشیم لرزید. پیام از یه شماره ناشناس اومد. طبقه 13 هنوز فعاله. فقط نقش‌ها عوض شدن. پایین پیام یه فایل صوتی بود. بازش نکردم. نمیخواستم بشنوم. اما اسم فایل اسم من بود. با تاریخ امشب. اونجا فهمیدم من هیچ وقت فقط هماهنگ کننده نبودم. من بخشی از سیستم بودم و بعضی سیستما حتی وقتی ازشون فرار میکنی اسمتو نگه میبرن. من اینو گفتم چون اگه یه شب توی یه شهر پرنور یه پیشنهاد خیلی تمیز و قانونی شنیدی یادت باشه بعضی طبقه ها پنجره ندارن. خروجی هم ندارن. تاریکی همیشه یه قصه تازه داره.